سلام دوستان، میخوام در این ویدیو براتون کارتایی رو معرفی کنم که بیشترین پروفیت رو در همستر کامبات برای ما میده. خب، در قدم اول از این بخش مارکت و پی آر ان تیم این دو بخش رو کاملا صرف نظر کنید، چون این دو بخش اصلا کارتای خوبی نداره و پروفیت خیلی کمی میده. ما توجهتون بیشتر بالای بخش لیگل و اسپیشالز باشه، چون کارتای خیلی عالیه داره. خب، اولین کارت هایی که هست این کارت لایسنس ویتنام است که با 5000 پروفیت میده که خیلی کارت عالیه. اینو ارتقا بدهید. بعد از این لایسنس بنگلادیشه که این 6 که پروفیت میده که خیلی کارت عالیه. اینا رو میتونید با دعوت یه دونه یا دو دونه دوستتون میتونید اینا رو باز کنید. یا بعد از لایسنس ایندیا که این کارت ها رو ارتقا بدید که خیلی همه این کارت رو ارتقا بدید که پروفیت خیلی عالی و خوبی میده. و بعد از این بخش اسپیشالز میریم. اینجا همه تا که میتونید همه این کارت رو باز کنید، به خاطر که خیلی موثرن و پروفیت خیلی خوبی میدن. مثلا این کارت رو نگاه، با اینقدر پول سکه کم اینقدر پروفیت بالا میده. این کارت ها رو خیلی که تازه اومده، اینا رو ارتقا بدید، پروفیت خیلی عالی میده. و همچنان این کارتایی رو که در تصویر مشاهده میکنید، همه اینا مهمه و اینا رو ارتقا بدید، پروفیت خیلی بالایی میده. و در همستر کمبات هم پروفیت مهمه و هم سکه مهمه. کوشش کنید هر دوشو یه اندازه ارتقا بدید و سکه رایگان از همستر کمبات دریافت کنید.